میخوام چیز خیلی باحال بگم و اونه. اگر صبح که بیدار میشی به جای فکر و خیال هایی که خودکارن و بیفایده یه لحظه تو ذهنت بیاری که یه روز جدید، خدای شکر من میتونم یک روز جدید رو تجربه، یه فرصت جدید و هنوز نمردم، هنوز میتونم برگ درخت‌ها رو ببینم، هنوز میتونم حس کنم، هنوز میتونم موزیک گوش بدم. از همه کسایی که شب قبل با تو خوابیدن 1,000,000 نفرشون امروز بیدار نشدن، اونا حاضرن هرچی دارن بدن که الان جای تو باشن و همین چیزی که تو در موردش گله میکنی رو تجربه کن. واقعا متوجه زیبایی زندگی نیست، متوجه اهمیت اتفاقی که پیش رومونه نیستیم و خیلی دیر متوجهش میشی. داری زندگی میکنی. به قول تیک نات هان میگه خبرای بد و همه بهت میگن. خبرای بد فقط کافیه تلویزیون روشن کنی، فقط کافیه اینستاگرام رو باز کنی، روزنامه رو بخونی، کافیه فقط سر تو بگردونی تا خبرای بد رو ببینی. خبر خوب کسی بهت نمیگه. ما میخوام خبرای خوب بهت بدیم. خبر خوب شماره 1، تو زنده ای. صدای قلم بار میشه. یه بار دیگه میتونی لبخند بزنی، یه بار دیگه میتونی مدیتیشن کنی، یه بار دیگه میتونی یکی رو بغل کنی، یه بار دیگه میتونی به خودت خدمت کنی، به آدما خدمت کنی.